این عادت یهود است. شما اون گزیده را خوانده اید که از مردم لبنان یک مرد با دختری خودش نزدیکی کرد، از او فرزند شده است. به کدام خاطر؟ به خاطر که جاگاه ها یک جایی است. این پیغمبر خدا سخنش به حکمت نیست. من شما را گویم وقتی که درس میخونم نعوذ بالله خدا نشان نده یا یهودی به خواهر خودش میرسه، نعوذ بالله. خواهرش میگه ای برادر قوای تو از قوای پدرم دم زیاد بوده. میگه راست گفته، این گپ مادر من گفته بود. که شما خوب بینید او بدبخت هم به خواهرش میرسد هم به مادرش، اون مرد هم به زن خودش میرسد هم به دخترش. وگرنه از کجا میدونه قوای پدرش زیاد است یا قوای مادرش؟ آره همون چی ماست که این نصیحت های پیغمبر خدا است که 10 ساله شد جاگه او را جدا کنه. ما کودکامون 17 و 18 ساله میشه یا بار نمیگیم نماز بخوان، بعد در 20 سالگی و 21 سالگی کجا که ما رو میگیره؟ وقتی ما گفت پیغمبر رو نگرفتیم در 7 سالگی کودکان ما رو نصیحت نکردیم، کجا دیگه کودکان گفت ما رو میگیرن؟ نمیگیرن. برای همین جدا نیکن سرچشمه زنا رو بدانیم که ما و شما پیدا میگیریم. اگر ما دانیم، این خوب دانیم شما، ما بدانیم که زن ما بدانیم دختر ما بدانیم مادر ما خلاف شریعت میکنه اما سکوت کنیم، ما را شریعت چی میگه؟ دیوس میگه. و الله جل جلاله پیغمبر خدا گفتن ان الله تعالی كتب فی باب الجنه انت حرام علی الدیوس. حضرت گفتن که خداوند در در جنت نوشته که ای جنت تو برای مرد دیوس، برای زن دیوس حرامی که داخل کنی، نمیموند جنت مرد دیوس. به همین خاطر شاید این سخنهای من شما در قبیح آید، شاید شما رو نفهمم، اما این سخن پیغمبر خدا است. من باید گویم، من اگر نگویم پیغمبر خدا گفتن الساکت عن الحق شیطان اخرس. یک آدم حقیقت میدونه اما نمیگه، سکوت میکنه، فقط نزد خدا و پیغمبر شیطانی گنگ میخیزه. این ملائکه فریاد میزنن، داد میزنن، اینا به خاطر تعریف نیست، به خاطر که پیغمبر خدا گفتن امتی من اگر میدونه گوی ناخی. اگر عالمان میگن فقط روز قیامت اول زبان عالمان میکشن که چرا من تعلیم دادم، من چرا توفیق دادم تو عالم شدی، چرا مردم نگفتی؟ زنا شکایت میکنن روز قیامت. این دانه اون زن میگفت که ای الله شوهرم پدرم من گفت که طعام پز اما نگفت که نماز بخوان، من گفت بهترین طعام بپز، نگفت مرا که بهترین سوره رو بخوان، من نگفت بهترین عبادت رو بخوان. باز برای 3 کس شکایت میکردن، برای فرزندش، برای برادرش، برای شوهرش، بعضیا برای پدرش در کدام شاه. پیغمبر خدا گفتن شما ای پدرها ای برادرها، پیغمبر خدا گفتن مروا اولادکم بالصلاه، یعنی شما دستای اونا رو گیرین به نماز برین حال اونا 7 ساله هستن. خوب گوش کنین، 7 ساله هستن و اونا رو بزنین، گفتن به شرطی که اگر نماز نخوندن در سن 10 سالگیش و فرقوا بین مضاجعهم. الکی گفتن کودک های شما 10 ساله شدن، جاگاه های اونا رو جدا کنید، دیگر دختر و بچه را در یک جا خواب نکنید. این روز عادت چیز است، من در آرجین زوبه این برنامه رو گفتم که همین عادت چیز است که صورت های کلانه همون مردای پهلوان ها رو بریم در خانه ها میمونیم دیگه. اول که ملائکه داخل نمیشه. این خوب دانه پیغمبر خدا گفتن در کدام خانه گفتن صورت است و در کدام خانه که سگ است. شما سگ و حوالین از خانه خیلی فرق داره. این حدیث بعضی برادر دیگه نه مقصد حدیث داخلی خانه. این عادت رسول هست سگ در خانه. بعضی تاجیکای من درونی خانهشون میدرارن. پیغمبر خدا گفتن ملائکه داخل نمیشه. در حولین بشرطه که با مجرد گفتن حول اون دهن او در کجای رفت ملائکه داخل نمیشه. نه خوب فهمید نه که اون مقصد حدیثی پیغمبر خدا علیه السلام داخلی خانه. اگر احتیاط در حولین هم نگیریم با خوب شرطیت با او گرفتن. یکی مقصد او حدیث فهمید که لیکن کدام ملائکه دونن که ملائکه رحمه و بعضی وقتا که ملائکه نمیداره جانی مرد نمیگیره صورت قیامت درگیر شما اون ملائکه عذاب اگر در آسمان هم باشه خدا میگه شما رو میرا جان تا نمیگیره. اینو نفهمین که بگه که من نمیمرم دیگه همون که صورت قیامت برای ما نیست. برادر ببین که پیغمبر خدا ما رو چی نصیحت کرد. به همین خاطر همسراتون نگوی با سرش عذاب دادن این حرام است. بس مثلا از پیش خودشون قانون گذاشتن این هم حرام است. من دیگه یک سوال شید وقتی این سوال خوب گوش کنید من در فیض آباد بودم میزنم و بیچاره که مرد و هیچ کار نمیکنن
و فقط پیغمبر خدا گفتن 3 روز شما برای آل جعفر، یعنی اصنعوا طعام لآل جعفر، که اونا مصیبت دادن غمگینن، شما طعام تیار کنید. این نیست که او بیچاره ما خانه رو حرام میکنه و ما سفیدی میکنیم و سیاهی میکنیم. ای دروغ است. ای بیچاره چیز حرام کردگی نیست. با ستیلایی که میشه و بیچاره البته باش در خونهش خونه رو خاک کنیم برای نگنی. خانه رو شده، خانه رو دیگه کجا میبرین خانه رو؟ اینو در اسلام تحمل نکنید. پیغمبر خدا گفتن کسی اگر بر من یک سخن تحمل میکنه دوزخ جای او هست. پیغمبر خدا طرز این تعمدار و بیچاره چیکار کرده از اوکی؟ اگر خوب بگی که برای او فایده شد، یک کم بغلت این دعا کنه صدقه جاریه است تا مدامی که برای او استفاده میبرد وای ثوابش میرسه. میگه وای بیچاره ستیل گناهگار نکنه، او کروشکه و ادیال میپیچونه، نه لباس تنی و خون نباشه که به نماز کرده باشه و هیچ گم نداره. همین بدن ما زنده بودن همین در حالت زنده بودن اگر خون ای بدن من برای به نماز است. اگر بیچاره تنی و قاق باشه او چی میکنه؟ اینا جایز نیست. از پیش خود در اسلام تحمل نکنید که او بالا است. پیغمبر خدا گفتند کسی در دین ما یگان چیزی را پیدا میکند برای شما اگر ماهن و شبن و روزن و سحرن هر روز بیارن، یه روز نیارن میگه شهوت تو برای من هیچی نآوردگی نیستی، هیچی نآورده. این عادت هست. پیغمبر خدا گفتند به این دو کار شما دوزخی هستین، هرگز این کارو نکنید. البته شما در فرض است که برین همسراتون این حقوق خودتون بگید. برای پیغمبر خدا گفتن کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتی. همه شما گفتن 10 مرده هستین و روز قیامت از این 10 مردگی پاسبان شما رو سوال و جواب میکنن. مثلا اگر همون 10 مرده اگر یکم گوسفند از بین بره، همون رئیس او سوال و جواب میکنن. اما پیغمبر خدا ما رو گفتن که شما 10 مرده هستی، اهل عیالتون به منظره همون گوسفندی که میچرانی مثل همون هستن و از این گفتن شما رو سوال و جواب میکنن.